درود بر مخاطبان در رسانه دژ ایران. در ادامه اپیزودهای قبلی در این قسمت همراه شما هستیم با دکتر حسن منصور، اقتصاددان، و گفتگویی داریم در رابطه با احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه از طرف دولت‌های اروپایی. به نظر شما چقدر احتمال وقوع جنگ در ایران خواهد رفت و چقدر احتمال میدید که ممکنه وارد یک جنگ دیگری بشه از طرف کشورهای منطقه و حتی آمریکا و یا حتی کشورهای اروپایی که بخواند مداخله‌ای داشته باشند، و چقدر احتمال میدید که اصلا این جنگ اتفاق نیفته و از داخل خود ایران با توجه به مسائلی که وجود داره واقعا یک انقلابی از طرف مردم خود ایران بر علیه حکومت شکل بگیره؟ ببینید، ما آرزومند و امیدواریم که اتفاق نیفته این جنگ. با جنگ اول هم مخالف بودیم، با اینش هم مخالفیم، علیرغم ادعاهایی که این آقایون رو درونی میکنند. در اپوزیسیون هیچ کس موافق جنگ نبود، هیچ کس تعرض نیروی خارجی به کشور رو تایید نکرد و نمیکند. جنگ رو جمهوری اسلامی آغاز کرد، نه اونها. جنگ رو جمهوری اسلامی 46 سال است آغاز کرده. این همه میلیاردها رو صرف هزینه و محاصره اسرائیل کرده، ایجاد 6 ارتش برون مرزی که بر سر اسرائیل آوار بکنه، اینها رو جمهوری اسلامی کرده. همین جرقه جنگ رو در 7 اکتبر 2023، یعنی 2 سال پیش آغاز کرد. اینو جمهوری اسلامی به نیابتیش حماس، پولش هم جمهوری اسلامی داد. رهبر جمهوری اسلامی گفت که با کتف و بازوی اینها بوسه میزنیم ما. خب پس این جنگ رو جمهوری اسلامی آغاز کرد، بعد مظلوم نمایی میکنه که ما رو مورد تجاوز قرار گرفتیم. ما حمله اسرائیل رو تایید نمی کنیم، ولی میفهمیم که اسرائیل تهدید وجودی حس میکنه با وجود جمهوری اسلامی. هر دولتی مجبور است جلوی تهدید وجودی به کشور و ملتش رو بگیره و راهی جز این نداره. در نتیجه راه خود رو با حذف تمام میانجی ها و پراکسی های نیابتی های آقای خامنه‌ای پاک کرد. همون 6 ارتشی که آقای سلیمانی افتخار میکرد که من 6 ارتش بزرگ ایجاد کردم، از این اقیانوس نمیتونن بگذرن و بیان ایران، عملا نشون دادن که در عرض 2 سال، کمتر از 2 سال، این 6 ارتش رو روبیدن، زمین رو کردن زمین آسفالته برای خودشون، زمین هوا رو در اختیار گرفتن و به سر تهران رسیدن. خب خود اینها برای یه آدم باشعور درسیه. خودشو مطالعه میکنه و کجا کور خوندم، کجا اشتباه کردم. خب از نظر استراتژی غلط، از نظر تاکتیک غلط، از نظر یارگیری های ملی و بین المللی 100% غلط. در تمام، ببینید کشور مورد تجاوز رسمی قرار گرفته، یک کشور از ایران حمایت نکرد. دوستان نزدیکش فقط به لیپ سرویس، به تعارف قناعت کردند که 2 طرف صلوات بفرستید. جوابشون این بود. چین چه گفت؟ گفت هر 2 طرف صلوات بفرستن. خب این نشد که. شما میگفتین که متحدان استراتژیک ما هستن، راهبردی هستن، این همه براشون کوتاه اومدید، رفتین قراردادها، مقابله نامه 25 ساله ای امضا کردید باشون، با روسا چنان کردید. چه شد این قضايا؟ در نتیجه در عرصه بین المللی هم ورشکستن. از حمایت اخلاقی هیچ جریانی در دنیا، مگر 4 تا چاقوکش پیدا بشن اونو حمایت کنن، از حمایت اخلاقی هیچ کشوری برخوردار نشدن. در حالی که بالاخره در دنیا قانون وجود داره، مراجع قانونی وجود داره، شورای امنیت وجود داره. اما از اینکه چقدر کار آمدن نیستن، اینا حتی به لحاظ رسمی هم موضع نگرفتن، تعارف هم نکردن، فقط گفتن که طرفین کوتاه بیان، جنگ نکنن، در حالی که کشوری به لحاظ قانونی مورد تجاوز قرار گرفته. ولی اونا علت تجاوز رو میدونن، این حتی نمیتونن برن بگن شکایت کنن که من مورد تجاوز قرار گرفتم، برای اینکه تمام اسناد تجاوز جمهوری اسلامی به اسرائیل روی میز گذاشته شده.
در نتیجه نمیتونن میتونن ادعا کنن، پیش نمیتونن ببرن. شورای امنیت به سود اینا رأی نخواهد داد. به این ترتیب متاسفانه خودش رو جمهوری اسلامی در موقعیت آچماز قرار داده. امروز تنها راهشون این است که به پیشگاه ملت ایران عذر بخواهند، بگویند که ملت عزیز ایران، ما اشتباه کردیم، ما نمیدونستیم که در ما این بضاعت وجود نداره که بتونیم اداره کشور بکنیم. خودمون در اونجا جا دادیم، ما رو ببخشید، خودمون در اختیار شما میگذاریم. ما استعفا میکنیم، قدرت رو میذاریم به شما که شما به هر کی میخواد واگذار بکنید، بعد درباره ما به حکم قانون عمل کنید. این شرافتمندانه ترین راهشه. بله، حتی میتونن فرار کنن، پولاشون بردن ببرن برن جای دیگه و این کشور رو رها بکنن به دست مردم. امروز راهی برای نجاتش رو وجود نداره. خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر حسن منصور که وقتتون رو مثل همیشه در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید. در رسانه دژ ایران همراه بودیم با دکتر حسن منصور و ایشون طبق معمول همیشه بزرگواری کردند و در مورد مسائل مهمی که این روزها حکومت ایران با اون گریبانگیر هست صحبت کردند. در اپیزودهای بعدی حتما در مورد این مسائل بیشتر و گسترده‌تر صحبت خواهیم کرد، چرا که واقعا در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته جمهوری اسلامی ایران و هر آن ممکنه که در اون مملکت جنگی صورت بگیره که مسلماً مثل همیشه تبعات منفی این جنگ گریبانگیر مردم ایران خواهد شد. با شما که همراه ما بودید در این اپیزود خداحافظی می‌کنم تا دیداری دیگر. بدرود.